گوزن‌های از بین رفته دوباره در بلندکوه‌های قرقیزستان احیا شدند. غذا برای پلنگ نادری برفی. پلنگ گوزن را خورد چی میکنی؟ شاد میشوم. فعالان این نوع گوزن را 2 سال پیش از آلتای روسیه و قرقیزستان آوردند. 35 گوزن آوردیم. کاری مشکل بود. 5 تاش مرد. 2 گوزن دیگر را پلنگی برفی خورد. یکی پویه شکست و تبوبت می شود. حالا از آن گوزن ها 28 سر مانده است. گوزن محلی یا گوزن دوم سفید را در قرقیزستان باری آخر سال 1950 دیده بودند. سال گذشته 8 بچه کردندیم. سال 12 بچه گوزن داریم. آنها بسیار خوب با شرایط اینجا مطابق می شوند. فعالان باور دارند که احیای دوباره گوزن محیط زیست را خوب خواهد کرد. وقت نیروی زیادی برای آوردن گوزنها صرف شده است. اگر آنها را پلنگ برفی خورد، معنای آن را دارد که جانوری نادر وجود دارد. وقتی برای آنها خوراک هست، این توازن در طبیعت است. معنای آن را دارد که ما برای همه جانوران شرایطی برابر آماده میکنیم. حالا اینجا قانون طبیعت عمل میکند. پلنگ برفی با سبب نداشتن غذا و تغییریابی اقلیم در حال نابودی است. گوزن خوراک خوبی برای این جانور نادر است.